مدل چهارم نگاه می‌کنم که منتوی خودش چجوریه بالا. بازم یه ماسک از برند رینوزیت. این دفعه ماسک خیارشه. اینو من شنیدم که مثلا یه حس یه لحظه باز کنم. اگر اشتباه نکنم آبرسانی می‌کنه صورتو. برای همه تایپ پوست مناسبه. مرطوب کننده پوست صورت، نرم کننده و درخشان کننده، حذف آلودگی‌ها و سلول‌های مرده. اینا ماسک خیارشه که من از بین میگم ماسکای رینوزیت تعریف این دو تا من خیلی زیاد شنیده بودم. اینا فکر می‌کنم 59 یا 62 اینا بود و گفتم که بگیرم حالا تستش کنم و ببینم که خوبه یا نه. حالا اگر دوست داشتین که اینا کاملا پلمپه، اگر دوست داشتین که مثلا حالا نقدشون رو براتون بذارم بهم بگین حتما. و خب بریم سراغ محصول بعدی. محصول بعدی میسلار داکیه. بچه حقیقتا من اینو نداشتم، ولی یه بار که داشتم حالا یوتیوب میگشتم دیدم که یه نفر معرفیش کرده و گفته که خیلی میسلار خوبیه، مخصوص پوستای چربه. اینا مخصوص پوستای چرب و آکنه، یعنی پوستایی که چربن و جوش دارن و ادعا کرده که پاک‌کنندگی خوبی داره، چربی صورت رو کامل چیز میکنه، کنترل میکنه و قیمتش روی قیمت مصرف کننده 137 تومن، ولی من فکر می‌کنم بین 110 تا 120 تومن خریدمش. میگم بازم براتون میذارم. اینجا باز کنم ببینم جوش چطوریه و شنیدم که برای جوش خیلی موثره بچه‌ها. برای کسایی که جوش دارن بوی تندی نداره و این یکی از ویژگی‌های خوب محصولات پوستی، این که حالا بوی تندی ندارن. بریم برای یه محصول دیگه. بچه‌ها من موهای فری دارم و حالا وقتی که از حمام میام، وقتی که حالا شب میخوام بخوابم، موهام بعد از اینکه مثلا با اینکه حالا با اسکرانچی می‌بندم و سعی می‌کنم که درست بخوابم و فلان این چیزا، ولی وقتی که بیدار میشم صبح باز موهام حالت وزی رو داره و حالا خیلی جا شنیدم که از این کالاها استفاده کنید که باعث میشه که حالا جلوی وزی مو رو میگیره و منم گفتم که استفاده شدم ببینم چطوره دیگه. حالا ما که کسی که ماشون فعلا میدونن که مثلا محصول برای موهامون استفاده می‌کنیم تا حالتشون از دست ندن. منم گفتم بگیرم ببینم که چطوره دیگه. همراه با دو تا اسکرانچی قرار بود بیاد که درسته تک رنگ بود بچه‌ها. کش اسکرانچیش خوبه به نظرم، قابل قبوله. جنس کلاهش هم بچه‌ها خوبه از هر دو طرف، یعنی یک جنس، اینطور نیست که این ورش حالت ساتن طور داره این ورش زرد باشه، نه جنسش خوبه. امیدوارم که مناسب سرم باشه، یعنی حالا گشاد و تنگ و اینا نباشه و استفاده کنم ببینم چطوره دیگه، حالا واقعا جلوی اون وزی مو رو میگیره یا نه.